آقا سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ولاگ جدید و متفاوت دیگه. چرا میگم متفاوت؟ چون این ولاگ اولین همکاری من با ندا جونه. ندارم که فکر کنم اکثرتون بشناسید، زن احمد آقا. خودش میگه احمدا ولی من میگم احمد آقا چون نمیتونم با لهجه خودش بگم. چون اولین همکاریمون بود، خیلی واسم خاص و متفاوت بود، خیلی پشت صحنه‌اش جذاب بود. گفتم که با شما هم به اشتراک بذارم. راستی برخلاف اینکه اولین همکاریمون بود، انقدر با هم دیگه صمیمی شدیم تو همون دیدار اول که انگار سالاس هم دیگه رو میشناسیم. این حسو من زمانی که با آقای سلیمانی هم همکاری میکردم داشتم. حالا سرتون رو درد نمیارم، بریم که ولاگو ببینیم. زن احمد مثلا احمدای من با اشتری که داری احمدای در خدمت زن آقا احمدای در خدمت هستیم، در کنار هستیم. عشق یعنی اصلا از ندا جون بهتر من سراغ ندارم. من دارم خیلی خوشحالم که الان ما هم دیگه همکاری می‌کنیم. ببین ما چند وقته می‌خوایم با هم کار بزنیم بچه‌ها. اشکال چرا قصد اومده بودید؟ امروز من باور کن قرار خیلی مهمه داشتم، اما این عاشق یهو میشم تو فردا اینجا باشه. از اونجایی که اولین دیدار بوده هنوز یخمون وا نشده بود، یه چایی زدیم که یخمون واشه، یکم با هم گپ زدیم، بعدش هم نشستیم برای میکاپای خزمون که نتیجه عالی بود بچه‌ها. فرمیس بریم ببینیم ریاکشن‌ها. ببین میدونم که چیز خوبی در من نمیدونم تا چه حد خوب در نیومده. یا اول پس یا خدا ابروها رو ببین قشنگ انگار مسافر زمانم من در 60 اومدم سیسیا بچه نه، ولی واقعا میکاپ خز خیلی خوبی شد، نچرال خز شدم. میدونی دافای زمانی شکلی بودم. ما هم خزیم چند سال دیگه میفهمیم. سیبیلامو خاله رو دماغ این سری گذاشتم ببینم کیا توی ویدیوی اینستا متوجه میشن. لباسم هم بچه نگاه کنید، یا خدا شلواره با وای دادم وای وای ماشاءالله کره عاشقتم. منظورم من به هر کی که خیلی خوبه میگم، ولی سایه ها در آن قشنگ زرد کره دوستمون بیاد بیرون چقدر تو خیابونا تصادف بشه. همه حواسشون از زیبایی ما پرت میشه. مخصوصا مدارس رو تعطیل کنن. چرا؟ خب یه هفته بعد بشینم ویدیو خیلی خفنه تو. فقط من که گیراییم انقدر پایینه. 2000 تراوله. بریم ریاکشنمون مخانمون نسبت به این استایل خزم بریم. سلام، سیسی در 60 هستم خانومم. باید بگی در این حالت هم زیبایی شما. ببینی رژ قرمزم زدم برات. من اصلا نمیتونم یه درس شدم بهت بگم قشنگ. ماما اولین هیتر من این زنه، یه جوری منو دیس میکنه. اولین باره که من در این شخصیت از نزدیک دیدم عاشقتم. میدونی من چند سال فنت بودم. والا کده زرزن. نه بابا فهمودی چرا لایک نمی‌کردی؟ من لایک کامنت میذارم عزیزه. نه بغضی نشو. انا احمدا میاد پدرمون رو نه احمدا خوش پدرشو درمیام زر بزنه اینجا به تو. چیه نگاه میکنه انگار که نشده گوشا کره. رشیه داریم همین که شناختی فکری کردی صدای تو خوبه، صدای من ندی. اینجا تهرانه، تو بشنا اینجا تهرانه، یعنی شهری که از که توش میبینی بازی خرابی که بابا منو نشنیدی صدامو. عشقم رو با تو دیگه قسمت نمی کنم من، به اون دل سیاهت عادت نمی کنم من. حالا اینقدر چیز هستم این ساخت واقعی منه تو رو نبید. من واقعا تو زندگی همین شکلی هم باورش هست ولی کار نیست واقعا. حالا روتی نکنین.
درست کنم. ساپاس آشنا میگه سر خانم داره میگه ساپاس چونه و فکل مد بود به خدا چونهش اینجوری بسته بود خیلی بسته این نمیشه با مقنعه آره با مقنعه مشکی با مقنعه مشکی چونه تا اینجا بود اینجوری بود این مثلا داغ اون موقع بود دیگه خرتی بود و شاید من دارم میرم بیرون من دارم میرم خط این باید گرم به من اینجوری نگاه نکنم نگاه کن عروسه مامان برو بزن تو دهنشون من خانم اوکیه؟ بریم بیتون؟ بله عالی کجا بریم؟ گفتم دیرمه بابا داره دست میره بابا من دوزاری خیلی اذیت تو قراره هر کی به من میرسه میرسیم یه قراره کنی تو رو اذیت میشی اصلا من هرچی خوردم از شوب سادگی خب دیگه اینجا جدی کار رو استارت زدیم. یه فکت برگریزون بخوام راجع به این پروژه بهتون بگم اینه که ما ساعت 8 صبح راه افتادیم از خونه و ساعت 2 شب برگشتیم خونه و کل تایم روزمون رفت واسه این پروژه بدون اینکه هیچ کار جانبی انجام بدیم. کلی زمان و زحمت و ایده و ساعت‌ها فکر و تلاش پشت این پروژه خوابیده. به خاطر همین واسه من خیلی ارزشمنده و خیلی مهمه که شما این ویدیو رو دوست داشته باشین و باورتون میشه خروجی اون همه چیزی که بهتون گفتم و ماها فکر کردن و هماهنگی شد کلا 28 ثانیه ویدیو. یک بریم بندازیم برای میکاپ بچه‌ها. ببین تا الان فیلم همه چیز داره همونجور که میخوام پیش میره و خیلی خوشحالم خدا رو شکر. الانم دوست قشنگم داره میکاپ میشه. دوست خوبم. دوستش میشم دشمنشم. زاری منی تو. فردا شروع میشه این بازی. ببین برو الان میام شوورم از کارخونه بیادا. از کارپاکوتا رو که من میشناسم. نخی کامران عزیزم ما آشنا داشتیم چه هفته اول رفتیم عوض کردیم الکی پول ندادیم شما بگی از کارپاکوتا. بچه‌ها آقای عباسی هوش مصنوعی گرفته. ببین پا قدمو ببین. الان میدونی سوال آقای عباسی چیه؟ اینه که کجای این کار از هوش مصنوعی استفاده کنه؟ قدمو ببین. از به بعد ما زیاد میاد. 2 روز منتظر آقای عباسی. ببین ما اومدیم اونم اومد. ببین فردا ما رو مصنوعی ریا نباشه. 7 میلیون 7 میلیون همینه که نه کن با عباسی کات کنی. من پول هوش مصنوعی میخواد. بچه‌ها اینجا حس فیلم سینمایی ها رو بهم میده وقتی این گوشاش مانیتور میده. میشه برداشته بهمون نشون بدی؟ چی شد؟ برداشتی الان گرفتیم. آره به بچه‌ها من نشون بدم. نگاه کنید عکسو. آخ عالی. مرسی از آقای عباسی حسابی زحمت کشیدن. مرسی از دوست عزیزم واقعا عاشق کانسیلراتم. اینجا داشتم به خانم راهنما سبک کانتورینگ که می‌خواستم و نشون میدادم. از یه نمونه خارجی هم داشتم بهشون نشون میدادم. آره من آرام نمیشه از اینکه بگم از کسی الهام گرفتم. اتفاقا باعث افتخارم هستش که میتونیم نمونه‌های خارجی رو تو ایران اجراش کنیم اونم به بهترین نه. چون که کارمون یه وایب گنگ داشت آرایش چشمی که انتخاب کردم یه چیز تو این مایه‌ها بود که همش هم از پینترست
پیدا کردم. همه اینا هم از 1 ماه قبل پیدا کرده بودم. حتی این عکسایی که دارین میبینین استایلای اولی بودش که من میخواستم برای ویدیو بزنم، ولی هیچ کدومش به نظر خودم مورد تایید نبود. پس دقیقه 90 رفتم یه کد شرم از یه فروشگاه سفارش دادم. کلا من آدم دقیقه 90 هستم. الان من قراره بگم که یو توپم من قراره بگم یو. آها فهمیدم. شما سومی تصویری هم. آره. بعدش هم اینجوری میکنم. لطفاً اینجوری میکنم، بعد برداشت بعدی ندا جون میاد. لطفاً در روی مودم یو میره پایین، بعد دوباره تمام. بریم آماده 3 2 1. ساعت این وری میگیری پارمیز اون سمتش مشخصه؟ آره. اوکی. بمون اینجا تو افتخار منی جاری. الان بعد اینو من راضی بودم. اوکی. من راضی. بریم بعد. دقیقاً بیا جای من خب. ببین یو رو باید طبقات یو اینجوری ببین باش یو اینطوری نه به خدا چه شات بعدش فکر می‌کردم. بعدش چیه؟ بهم بگو من طرفم اینجا بزنم. اون خزه که گرفتیم پایین میام بالا. نه الگوتم یادتونه. الان قراره بره پایین ایشون کات خالی میشه. بعد از اون وقتی کات خالی شد ما تو اون برداشت خزه میایم بالا میگیم نه و بعد میگیم بالا تغییر. حله بریم. آماده 3 2 1. ببین من لطفاً میتونی برداشت بیاری پایین. سر بالاست نسبت پارمیز. آره یه ذره آره آفرین. آره مستقیم لطفاً نرو روی مودم یا پایین یادم. بله هفته دیگه پیگیری فقط شنبه پیگیری شنبه ما چیز داریم خیلی خوشم داریم شنبه سولاوی میدونم خیلی قشنگه. لطفاً نرو روی مودم یا اگه نیدی یلا من لطفاً نرو روی مودم یا اگه نیدی یلا من نه ندا یه ذره. آره تو یو رو گفتی رفتی؟ ندا خانم رفت. من یو رو گفتم رفتم بالا. من اینجوری دیگه وسطای کار داشتیم اینجوری میشدیم. ما هم ضعف میکنیم نمیدونستم. ما هم خیلی پاکت چوسی شدیم از زمانی که اومد میشه چوسی داریم غذا میخوریم بچه ها. برم من غذا رو بخورم دیگه زیاد صحبت. به اصلا دختری که کوبیده نخوره کنسل. این از این پاستا ماستایا چیزی در نمیاد، از قدیم گفتن. دیگه بعد غذا نشستیم که میکاپای نهایی رو انجام بدیم. اینجا بیس سایه رو برام زده بودن و من خوابم گرفته بود ولی جرئت نداشتم خمیازه بکشم، چون اگه خمیازه میکشیدم سایه میرفت به استغفرالله ربی و اتوب الیه. واقعا پدرم داره در میاد، یعنی انگار یه تریلی داره از روم رد میشه، نمیدونم چرا، ولی این پروژه خفن خدایی ارزشش رو داره. یعنی هر چقدر روی این پروژه صبر کنی واقعا ارزش داره. حمایت کنید دیگه، حمایت کنید، ببینید، لایک کنید. این دیستون دارم. تا الان قد نزدیک با من روبرو شده بودیم. از نزدیک قشنگم، از دور قشنگم، همه جوره قشنگم، اصلا زشت نیستم. اینجاست که شاعر میگه فتبارک الله احسن الخالقین. خدا شاهده، نگاه کن چی
ساختن. یعنی خوب بوده شاید، منظورم بچه‌ها به بعد برداشت نکنید. نمیدونم شما به این اعتقاد دارین یا نه، ولی من اعتقاد دارم که هر کس واسه یه کاری ساخته شده. مثلا من خودم هیچ وقت آدم این که پشت یه میز بشینم و یه کارمند باشم نیستم. البته همه کارمندا قابل احترامن، اونا هم کلی درس خوندن و زحمت کشیدن، ولی من به شخصه دوست دارم توی شغلی باشم که هر دفعه یه جذابیتی، یه تفاوتی داشته باشه و محل کارم هر دفعه یه جا باشه و هر دفعه تجربه‌های جدیدی رو به دست بیارم. و من عاشق صدای شاتر دوربینم، عاشق اینم که جلوی دوربین ژست بگیرم، عاشق استایل زدنم، عاشق میکاپ کردنم، عاشق کارگردانیم و عاشق تک به تک کاراییم که در حال حاضر دارم انجام میدم. امیدوارم که شما هم تو مسیری قرار بگیرین که واقعا بهش علاقه دارین. مطمئنم هر کس تو زمینه‌ای که بهش علاقه داره میتونه بهترین باشه. چه کردی ماما؟ یه خسته شدی؟ اما خیلی خودش تکی آشیه است. تو من بذار روش. ندا بازم یه تو من بذار روش. ندا میگم بازم یه کار بزنی. ببین خیلی عاشق سناریو داره. از اون برو خسته نباشی. بگو خسته ببین قشنگ همین ببین فرض کن چرم بپوشی جلوی این همه اینا رو گرم خود، ولی دست آقای عباسی در محبتشون خیلی تمام مدت همراهی کردم. من جرئت نمی‌کنم جلوی بچه از خستگی صحبت کنم، چون الان بچه از من خسته‌تر از خیلی صبور، خیلی مهربون، خوش اخلاق، دقیقاً هر چیزی که می‌خوایم رو اجرا می‌کنن. ماشاءالله کارشون درسته. باشه نخواهی اجرا کرد. ماشاءالله هزار الله اکبر. بچه خیلی پروژه سختی بود، پروژه خفنی بود. ببین اصلا هر چی سخت‌تر خروجی خفن‌تر. تمام انگیزه ما واسه اینکه اینقدر سخت کار کنیم اینه که شما حمایت کنید. ببین حمایت نکنید دیگه فعالیت نمی‌کنم. خدا شاهده. دیگه بعد از این اگه حمایت نکنید من از اینستا واقعا لفت می‌کنم. من چی سر از این حرفا. اینجا دیگه آخرای کارمون بود و دیگه کلا انرژیمون رو از دست داده بودیم. منم که رگ گردنم حساسه، وقتایی که خیلی سر با وای میستم رگ گردنم میگیره و اینجا به شدت رگ گردنم گرفته بود. با اون کتای چرم روبروی اون همه نور داشتیم از گرما خفه میشدیم، ولی همچنان داشتیم پرقدرت ادامه میدادیم. حتما تک کن، چون خیلی چیزای مهمی درونش هست. سافار میز نه زشته. مرسی من آمادم بچه. آبیه رو بکشیش کافیه. بچه مامان داره بهم میگه اینجوری میکنه، میگه سنگین باش. بیا من سنگینه. حالا سنگینه دیگه. دختر چقدر میده میخوره به. خیلی بدی. واقعا بده داد. واقعا بده. ما اصلا سنگینی شخصیتا سواکی متاسفانه باید بپذیرید. عاشقتم. چرا چشم نمی‌زنم؟ ولی خب ببینیم الان چطور شد فوکوسش. دختره یه جست کیوت بگیری. کیوت استایلای تامیمی بابا. تموم شد. یه پارت کاملا بدون صدا گرفتیم. اشکال نداره. لب کنیم میتونیم بفهمیم در بیاریم. یه پارت کامل پشت میگم آقا چیکار می‌کنی؟ کیه پشت من؟ متوجهی؟ ملکه هیچ وقت با هم حسادت نمی‌کنن. همیشه با از هم تعریف می‌کنن. خوشگله هیچ وقت با هم پرابلم نداره. آره. می‌دونی خانم خوشگل هیچ وقت با هم پرابلم نداره. مثل من به تو. نه بابا نه تو خوشگلی هستی. و خوشگله خیلی بوی عزیزی هستن. کیفشو کامل می‌کنم. آبی آروم تری مشکلی‌تره. اوکی بهتره. می‌دونی چرا؟ چون آبی با سمت ممکنه اذیت کنه. یکم راحت‌تر میشه. من تمامی نه اوکیه بریم. 2 1 بریم واسه پوز گرفتن می‌شیم. آفرین. نمی‌خواید چرا نمیری خونتون؟ خب کردم. به خاطر من و پارمیس تا این سال بایستانی نیست چرا؟ واقعا. ولی کم رو برم بالا. چرا؟ قابل قدردانی کار. پارمیس شام قدردانی میکنن.
من همینه یک درست خروجی عکس‌ها. البته بهتون بگم اینا نه روتوش شده نه ادیت شده، عکسای خامه، ولی همینجوری هم به نظر خودم خیلی جذابه. بگید ببینم میکاپ من بهتر شد یا دوستم، شینیون من بهتر شد یا دوستم، و بگین که این عکسای خفنمون رو بیشتر دوست دارین یا این عکسای خزمون. خودم که عاشق اینا شدم. در آخر با پرسنل سالن خانم راهنما هم عکس گرفتیم و خدا رو شکر این پروژه هم مثل بقیه پروژه با کلی استرسی که داشتم که شاید خوب در نیاد به پایان رسید. مرسی از مامانم که تو طول این پروژه خیلی کمکم کرد و خیلی همراه هم بود. مرسی از ندا جونم که انقدر پایه بود و اومد که این پروژه رو اجرا کنیم. مرسی از سالن خانم راهنما و استودیوی خفنشون که کمکمون کردن این ایده رو انقدر قشنگ و تمیز در بیاریم و تمام پرسنلشون که انقدر کمک ما کردن. و در نهایت مرسی از شماها که تا اینجای ولاگ همراه هم بودین. مرسی که لایک و میکوبی و حمایت هم میکنین. مرسی که یه کامنت برام میذاری که انرژی بگیرم. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. خروجی این کار رو میتونید توی صفحه اینستاگرامم که parmesan_oshfore ببینید به نظرتون ارزش این همه تلاش و زحمت رو داشت یا نه. با این ولاگ خواستم بگم اون ریلزای 28 ثانیه‌ای که تو اینستاگرام میبینید و ردشون میکنید چقدر واسهشون زحمت کشیده شده و چقدر ما ناراحت میشیم وقتی یه عده میان با تولید محتوای زرد بیشتر از ما ویو و فالوور لایک میگیرن و خیلی هستن که بیشتر از ما ازشون حمایت میکنن. اگه بازم دوست داشتین که از این سبک ویدیوهای پشت صحنه تور براتون بذارم حتما تو کامنت ها بهم بگین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. تا ولاگ‌های بعدی، خدا نگهدار.